با افزایش قیمت دلار و تبع آن افزایش سرسام‌آور قیمت‌های تلفن همراه، در چندین روز اخیر آمار سرقت گوشی‌های تلفن همراه به خصوص در شهر تهران به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که برای جلوگیری از سرقت گوشی خود چه کارهایی باید انجام داد و چه کارهایی نباید انجام داد. اگر گوشی گران قیمتی دارید و مجبورید در جاهای شلوغ همچون بازار و مترو دائما رفت و آمد کنید، همین الان یک گوشی ارزان قیمت در حد 1120 بخرید و سیم کارت اصلی خود را در آن فعال کنید و برای تماس با افراد دیگر از آن استفاده کنید. به هیچ عنوان از گوشی گران قیمتتان در جاهای شلوغ و آزاد استفاده نکنید. اکثر دزدی‌های چند وقت اخیر هنگام صحبت با تلفن همراه اتفاق افتاده است. البته هرچند مکان‌های شلوغ خطرناک هستند، به همان اندازه مکان‌های خلوت هم نیز خطرناک هستند. اگر قرار است از جاهای خلوت یا تاریک عبور کنید، به هیچ عنوان گوشی گران قیمت خود را همراهتان نبرید و از گوشی ارزان استفاده کنید. همچنین در داخل خودرو هنگام صحبت با تلفن همراهی استفاده از آن شیشه اتومبیل را باز نگذارید و درهای ماشین را قفل کنید، زیرا دزدان سوار بر موتورسیکلت گوشی شما را سرقت می‌کنند.